السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز، برادرای قدردان و مسلمانان روی دنیا. البته که وقتی که ما در تئاتر کار میکردیم یا که درس میخوندیم با استاد میگفت که همیشه اگر یک کمون کشال باشه در همین صحنه باید تا آخر همین اسپکتاکل همین کمون باید یک بار یا تیر بپرانی یا قنداقش قطعی اون کسی بزنی یا یک چیز استفاده ببری. اصلا جای نماز در سر کتف ما دیدن. ما برای چی را در سر کتفم گرفتم که برای خود نمایشی این برادرو درباره جای نماز گپ میزنیم. من اکرم برادرای عزیز، انا که مقدن آوره که پیش گپ زدن میمونم. در این ویدیو 10 نشانه شیطان را در جای نمازی که هر روز ما استفاده میبریم نشان میدیم. مرا قریب 1 سال زیاد میشه که همین غمیتیا همین کار کی رنگی من میشه بنویسم. من برنامه رو تماشا کردم، میگم خیلی خوب همین که جای در جای نماز طور جای نماز میگم هم نیت میکنم نماز هم پیش من نگاه میکنم که چشم در جای نماز برسم فقط دیگه نمیخواد چشمم در همون میشه هوشم در همون میشه کوفتن همو کلا این چشم ها و این قوش ها میباشند که خودتون فهمیدید که این چی. آنا که خدایی که یکم جدا نماز خونده باشم که چشمم در این خیلی ابویا بچسبم دیگه همین هوش مایو همون میکنکو در جوش هم خیلی در جوش بسیار جدا میبینم باور میکنم که نگاه میکنم میکنم همین یک چیز مونان میشه. برادران همین کار در کار نیست، فکر نکنید باید آدمی که نماز میخونه فکرش در یگام جونا باشه تنها با پروردگار باشه. همین برنامه رو من نمیخواستم بکنم و یکی بسیاری بعد غم داد. هم خیلی شما میشین برای همین گفتم که بکنم. هم با 3-4 بار در همین اینترنت چند سال پیش دیدم بوین 2-3 بار دیگه تکرار دیدم. برام خواستم که برنامه کنم همیرا همین در حقیقت چیه من همین هیچ چیز نفهمیدم. نشانه دیگری این گل های می باشد که اینها تنها به شکل گل مانده شده‌اند در جای نماز، اما در اصل می بینیم که اینها چی هستند. اسمایلی که در تلفن هر یک ما است. همین برادرمون این گپ زده در بورش که شباهت شیطان ایو این شباهت سگ ایو سگ در جای نماز ممکن است. خیلی ما باوری ندارم که اگه نامسلمان جای نماز ببره. جای نماز البته که مسلمان‌ها میبرن، هم برادرای ما میبرن، برای ما مسلمان‌ها را میبرن. البته که ما مسلمان هستن با فکر ما اگه ما که مسلمان برای ما و شما را جای نماز تیار نمیکنن. خیلی تیار میکنن هم مسلمان‌ها برادرای خودمون برای خودمون تیار میکنن. خیلی اگه گل کشیدن گل خطای قلب برآمده هیچ گپ نیست. ما باید دل نیامون بد نبریم. هر کسی بد میکنه بخچه میکنه میگه کو کج مرا که کج افتی چاه مکن که خود افتی چاکن زیر چاه. این مطلب را بابامون و استادامون گذشتگیمون تو همین روزا میگفتن. برای همین قمه میگم که کسی چاکن خودش در چاه میافته. ما باید فکری بد نکنیم. باور کنین روز که هم برنامه رو دیدم فکرم فقط همین بند میشه. در وقت نیت میکنم نماز یکی هم چشمم در قلی نه در جای نماز در نم خیلی مقصد ابویا یکم چیز بچسبه دیگه خوش جانم در همه باقی سربلند خانواده باشین. اگر یکم کس ایدین میفهمیده باشه همین در ما با پراتر کرده بنویسه. خب ما ان شاءالله که سوال میتیم برادر کسی چیزی میدونه بنویسه. سربلند خانواده باشین. آمدی ماه شریف رمضان به همه مبارک باشه. دوستای عزیزم برادرای قدردانم سربلند خانواده باشین. خدا نگهبانی همه ما و شما. با فکر شما این گل است، اما در اصل نگاه کنید این به سگ شباهت دارد و رسم حیوان در جای نماز جایز نیست. السلام علیکم و رحمت الله.